معجزه شکرگزاری. نویسنده راندا برن. مترجم محسن توسلی. قدرت شکرگزاری جادویی برای تغییر زندگی. روز سوم، روابط جادویی. در ذهن خود مجسم کنید که شما تنها انسانی بودید که روی کره زمین زندگی می کردید. در این حالت هیچ انگیزه‌ای برای انجام دادن کارهای خود نداشتید. وقتی کسی نباشد که نقاشی شما را ببیند، پس کشیدن آن بیفایده است. اگر کسی شنونده آهنگ شما نباشد، پس ساختن آن بیفایده است. اگر کسی نبود که اختراع شما را مورد استفاده قرار دهد، پس اختراع کردن بیفایده است. با این اوضاع هیچ دلیلی وجود نداشت که از یک مکان به مکان دیگری بروید. چون به هر جا که سفر می کردید، اوضاع شما هیچ تغییری نمی کرد و همه چیز مثل قبل بود و کسی به غیر از خودتان در آن مکان حضور نداشت. در چنین وضعیتی یک ذره شادی و نشاط هم به زندگی شما راه نمی یافت. برقراری رابطه با دیگران و به دیدن آنها رفتن در زندگی شما شور و شادی می آورد و به آن معنا و هدف می بخشد. دقیقاً به همین علت است که برقراری رابطه شما با دیگران بیش از هر عامل دیگری در زندگی شما مؤثر است. برای رسیدن به زندگی مورد علاقه و رویایی خود لازم است که به خوبی از این مسئله آگاه باشید که رابطه های شما به چه نحوی در زندگی فعلی شما اثرگذار است و نیز باید آگاه باشید که این روابط واقعاً تأثیرگذارترین بخش جهت شکرگزاری به حساب می آید تا به این طریق بتوانید به روشی جادویی شروع به متحول کردن زندگی خود کنید. طبق تحقیقاتی که انجام شده، اثبات شده که افراد شکرگزار رابطه های صمیمانه تری دارند. رفتار و نوع برخوردشان با اعضای خانواده و دوستانشان به روشی بهتر صورت می گیرد و بقیه برای آنها احترام خاصی قائلند. در هر صورت احتمال دارد شگفت آورترین آمار به دست آمده از تحقیقات این باشد. در برابر هر دفعه اعتراض و شکوه کردن راجع به فردی دیگر، حداقل لازم است 10 خصوصیت خوب او را مد نظر قرار دهیم و شکرگزاری کنیم تا رابطه های خوبی داشته باشیم. تفاوتی نمی کند که این اعتراض و شکوه نمودن ما به شکل زبانی یا ذهنی باشد. هرچند نباید اهل اعتراض کردن و شکوه نمودن باشیم، ولی اگر اشتباهی مرتکب این عمل شدیم، لازم است در برابر هر دفعه اعتراض کردن و شکوه نمودن 10 خصوصیت خوب آن رابطه را به خودمان یادآوری کنیم، وگرنه رابطه هایمان به هم می‌خورد. اگر در رابطه های زناشویی خود از این مسئله غافل باشیم، امکان دارد ازدواج ما به جدایی عاطفی یا واقعی ختم شود. شکرگزاری سبب عالی شدن روابطمان می شود. همینطور که در حال زیاد کردن حس شکرگزاری خودتان در یک رابطه هستید، در آن رابطه به شکلی جادویی با اتفاقهایی بهتر و نشاط آفرین مواجه خواهید شد.
زمانی که در روابط خود شکرگزاری جایگاهی برایتان دارد، افزون بر این که آن رابطه را بهتر می کند، باعث می شود خودتان هم متحول شوید. تفاوتی ندارد که در حال حاضر از چه خلق و خویی برخوردار هستید. در هر حال شکرگزاری موجب می شود شما صبورتر شوید و با عمق بیشتری به مسائل بیاندیشید و دلسوزتر و با محبت تر باشید، به حدی که حتی شاید خودتان نتوانید چنین شخصیتی را برای خود باور کنید و این گونه می شود که حس ناراحتی شما ناپدید می شود و دیگر در رابطه های خود به دنبال اعتراض و شکوه کردن نیستید، چون زمانی که به خاطر وجود دیگران در زندگی خود شکرگزار هستید، مسئله‌ای در مورد آنها نیست که قصد داشته باشید آن را عوض کنید. شما به دیگران ایراد نمیگیرید، به آنها معترض نیستید و به دنبال ملامت کردن آنها نیستید، زیرا آنقدر مشغول شکرگزاری کردن به خاطر خصوصیت‌های خوب آنها شده اید که اصلاً فرصتی برای این گونه کارها ندارید. در واقع اصلاً قادر نیستید که خصوصیاتی را مشاهده کنید که طبق عادت به آنها معترض بودید. ما تنها در لحظاتی زنده بودن را حس می کنیم که قلبمان از گنج‌های واقعی زندگیمان مطلع است. تورنتون وایدلر، نویسنده، از سال 1897 تا سال 1975. کلمات واقعاً مؤثر هستند. زمانی که راجع به فردی اعتراض می کنید، در حقیقت در حال صدمه زدن به زندگی خودتان هستید. این گونه است که زندگی شما دچار آسیب می شود. مطابق قانون جذب، هر فکری که راجع به فردی دیگر در سر خود داشته باشید یا هر حرفی که در مورد او بر زبان بیاورید، همان به سمت خودتان جذب می شود. دقیقاً به همین خاطر است که افراد متفکر در کل دنیا همیشه توصیه کردند که شکرگزار باشیم. آنها مطلع بودند که برای اینکه بتوانید در زندگی خود از نعمتهای بیشتری برخوردار شوید و نیز در جهت گسترش یافتن معجزه در زندگیتان لازم است که شکرگزار خداوند باشید و نیز افراد دیگر را همانطور که هستند در زندگی خود پذیرا باشید و قدردان حضور آنها در زندگی خود باشید. در ذهن خود مجسم کنید که یک نفر از اعضای خانواده یا نزدیکان شما این گونه به شما بگوید: من تو را با همین ویژگی هایی که داری دوست دارم. در این حالت چه حسی به شما دست می دهد؟ تمرین جادویی امروز مربوط به این مسئله است که افراد دیگر را به خصوصیات فعلی خودشان در زندگیمان پذیرا شویم و به خاطر حضورشان در زندگیمان قدرشناس باشیم. حتی در صورتی که اکنون همه روابط فعلی شما واقعاً خوب هستند، وقتی این تمرین را انجام دهید آن روابط بهتر هم می شوند. هر دفعه که متوجه یک خصوصیت خوب در فرد دیگری می شوید و به خاطر آن شکر خدا را به جا می آورید، شاهد این خواهید بود که معجزه شکرگزاری در زندگیتان حاصل می شود و رابطه های شما در قیاس با چیزی که خودتان انتظار داشتید بسیار استوارتر، موفقتر و پرمعناتر خواهد شد. 3 فردی را که با آنها رابطه خیلی خوبی دارید و به خاطر حضور آنها شکرگزار خداوند هستید در زندگی خود انتخاب کنید.
بر شما لازم است که از خود این افراد هم قدردانی کنید و قدر آنها را بدانید. مختارید که همسر، فرزند، پدر، نامزد، همکار، مادر یا خواهرتان را انتخاب کنید. می توانید 3 نفر را انتخاب کنید که برای شما بسیار اهمیت دارد که با آنها در رابطه باشید. البته داشتن عکس هر یک از آنها الزامی است. عکسی که شما انتخاب می کنید باید عکس خود آن شخص یا عکسی باشد که با شما انداخته است. زمانی که این 3 نفر مهم زندگی خود را به همراه عکس‌هایشان انتخاب کردید، حال مهیای انجام تمرین‌های خود هستید. بنشینید و هر کدام از آن 3 نفر را مد نظر قرار دهید و راجع به خصوصیاتی از آنها فکر کنید که بیشتر از همه به خاطر آنها شاکر خداوند هستید. از کدام خصوصیت آنها بیشتر خوشتان می آید؟ بهترین خصوصیت آنها چیست؟ امکان دارد به این خاطر شکرگزار باشید که آنها افرادی صبور، مستعد، توانا، متفکر، خوشرو و اهل شوخی هستند. شنونده خوبی برای حرفهایتان هستند. به شما پیشنهادهای عالی می دهند. همیشه لبخند روی لبهایشان هست یا قلب پر از محبتی دارند. شاید به خاطر اینکه از انجام دادن کاری با آنها لذت میبرید شکرگزار باشید. شاید هم زمانی را یادتان می آید که هر یک از این نفرات به خاطر شما از خود گذشتند و به شما ابراز علاقه کرده اند و یا حامی شما بودند. زمانی که یک وقتی را برای فکر کردن راجع به این موضوع صرف کردید که به خاطر کدام خصوصیت‌های این افراد شکرگزار خداوند هستید، عکس آنها را جلوی خودتان بگذارید و 5 خصوصیت خوب هر کدام از آنها را داخل یک دفترچه یادداشت کنید یا با رایانه تایپ نمایید. یادتان نرود که همان خصوصیتی را ذکر کنید که برای شما از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. همینطور که در حال نوشتن لیستی از این 5 خصوصیت مربوط به هر کدام از این افراد هستید، عکس آنها را نگاه کنید. هر جمله را اینگونه آغاز کنید: خدایا شکرگزار تو هستم که... بعد نام آن فرد را بنویسید و در آخر هم علت شکرگزاری را بیان کنید. خدایا شکرگزار تو هستم که در زندگیم حضور دارد چون... برای مثال می توانید اینگونه بگویید: خدایا شکرگزار تو هستم که حضور جان را در زندگیم می بینم چون او همیشه باعث می شود که خنده بر لب من بیاید. به این جمله دقت داشته باشید. خدایا از تو به خاطر حضور مادرم در زندگیم تشکر می کنم چون او همیشه حامی من بوده است. در مرحله بعد از این تمرین لازم است که از خود این نفرات هم تشکر کنید. برای این کار عکس هر کدام از آنها را نگاه کنید و جمله هایتان را اینطور بنویسید: اسم فرد مورد نظر: از تو تشکر می کنم چون... برای مثال می توانید اینگونه بگویید: جان، من از تو تشکر می کنم چون تو همیشه خنده را بر لب من می آوری. به این جمله هم دقت کنید: مادر، من همیشه از تو تشکر می کنم چون همیشه حامی من بوده ای. زمانی که لیست خود را راجع به این 3 نفر نوشتید، همچنان لازم است که به تمرین جادویی خود ادامه دهید.
شما لازم است که در طول روز عکس آنها را با خود داشته باشید و آنها را در جایی بگذارید که همیشه مقابل چشمانتان باشند. امروز هر دفعه که نگاهتان به آن عکس ها افتاد، هم شکرگزار خداوند باشید و هم از آن فرد تشکر کنید. برای مثال می توانید این گونه بگویید: خدایا تو را شکر می کنم که هیلی در زندگیم حضور دارد. هیلی از تو تشکر می کنم. اگر در طول روز دائما از یک مکان به مکان دیگری می روید، عکس ها را در کیف یا جیب خود بگذارید. تلاش کنید در طول روز 3 مرتبه به آنها نگاه کنید و شکرگزاری خود را به همان روش داشته باشید. اکنون یاد گرفته اید که به چه طریقی از اثر جادویی شکرگزاری بهره بگیرید تا رابطه های شما به رابطه های شگفت انگیز تبدیل شوند. شاید قصد داشته باشید این تمرین جادویی را اگر احساس کردید که نیاز هست هر روز برای هر یک از رابطه های خود انجام دهید تا رابطه های خیلی خوب و شکوهمند داشته باشید. هرچند انجام این کار قسمتی ضروری از این کتاب به حساب نمی آید. همچنین می توانید این تمرین را برای یکی از رابطه های خود چندین مرتبه به کار ببرید. هرقدر بیشتر به خاطر خصوصیات خوب و مورد پسند مربوط به روابط خود از خداوند تشکر کنید، تمام رابطه های زندگیتان خیلی سریع به روشی معجزه‌آسا دچار تحول خواهند شد. تمرین جادویی 3. روابط جادویی 1. مرحله 1 تا 3 از تمرین جادویی شماره 1 را تکرار کنید. یک لیست از 10 نعمت زندگی خود آماده کنید. دلیل اینکه برای چه به خاطر برخورداری از این نعمت‌ها شکرگزار خداوند هستید را بنویسید. لیست خود را مرور کنید. بعد از اینکه هر کدام از آن نعمت‌ها را خواندید، این گونه بگویید: خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت. تا جایی که ممکن است تلاش کنید شکرگزاری خود را به خاطر برخوردار بودن از آن نعمت‌ها با همه وجود خود حس کنید. 2. 3 فردی که در زندگیتان برای شما بسیار مهم هستند را انتخاب کنید که با آنها رابطه‌های خیلی خوب و صمیمی دارید. از هر یک از آنها عکسی را تهیه کنید. 3. همینطور که عکس آنها را جلوی خود می‌گذارید، مشغول نوشتن 5 خصوصیت خوب هر کدام از آنها داخل یک دفترچه شوید یا با رایانه خود تایپ کنید. فراموش نکنید که 5 خصوصیتی را بنویسید که برای شما اهمیت زیادی دارند. 4. هر جمله را اینطور آغاز کنید: خدایا تو را شکر می کنم که، بعد به اسم آن فرد اشاره کنید و در آخر هم علت شکرگزار بودن خود را بیاورید. برای قدردانی کردن از خود فرد هم جمله زیر را اینطور بنویسید: نقطه چین، از تو ممنونم چون نقطه چین. در نقطه چین اول اسم فرد مورد نظرتان را بیاورید. 5. عکس آنها را امروز هر کجا که می روید همراه خود داشته باشید یا آنها را در جایی بگذارید که معمولاً جلوی چشمانتان باشد. در طول روز حداقل 3 مرتبه به آنها نگاه کنید. اول شکرگزار خداوند باشید و بعد به صورت آن فرد نگاه کنید و از او قدردانی کنید. به عنوان مثال می توانید به این صورت بگویید: خدایا به خاطر حضور هیلی در زندگیم از تو تشکر می کنم.
و هیلی از تو ممنونم. 6. قبل از خواب سنگ جادویی را در مشت خود بگیرید و بابت تمام آن چیزی که در آن روز برای شما اتفاق افتاده است با صدای بلند بگویید سپاس گزارم. روز 4. سلامتی جادویی. سلامتی بزرگترین ثروت دنیا است. ویرژیل شاعر رومی، دهه 19 تا 70 قبل از میلاد مسیح. سلامتی در حقیقت یکی از با ارزشترین نعمت‌های زندگی است. با این وجود ما همیشه سلامتی خود را یکی از نعمت‌های عادی زندگی می‌دانیم. اکثر ما تنها وقتی متوجه ارزش سلامتی خود می‌شویم که از آن بی بهره می‌شویم. آنگاه پی میبریم که در صورتی که سلامتی نداشته باشیم مثل این میماند که هیچ چیز نداریم. در یک ضرب المثل ایتالیایی واقعیتی راجع به سلامتی گفته شده که عبارت است از فردی که از نعمت سلامتی برخوردار است واقعاً ثروتی با ارزش دارد، هرچند خودش آن را ثروت تلقی نکند. هنگامی که سالم هستیم خیلی کم راجع به آن فکر می‌کنیم. با این وجود زمانی که به مریضی سرماخوردگی یا تب مبتلا می‌شویم متوجه واقعیت این ضرب المثل می‌شویم. زمانی که سالم نیستید فقط به فکر این هستید که یک احساس خوب داشته باشید. در این اوضاع تنها عاملی که برای شما اهمیت ویژه‌ای دارد این است که 2 مرتبه سالم شوید. در حقیقت سلامتی جزو نعمت‌های با ارزش زندگی است که هر روز از آن برخوردار می‌شوید و این برخورداری از سلامتی همیشه در زندگی ادامه دارد. افزون بر همه کارهایی که برای سلامتی خود می‌کنیم، لازم است که همیشه به خاطر این نعمت عظیم سلامتی شاکر خداوند باشیم تا برخورداری از آن هرچه بیشتر در زندگیمان ادامه داشته باشد. این نکته فراموشتان نشود. هر فردی که به خاطر نعمت سالم بودن شاکر خداوند باشد از سلامتی بیشتری برخوردار می شود و هر فردی که شکرگزار این نعمت نباشد حتی چیزهایی را هم که دارد از او گرفته می شود. احتمال دارد افرادی دور و برتان باشد که سالم زندگی کنند ولی سلامتی خود را از دست داده اند. شکرگزاری از خداوند به خاطر برخورداری از سلامتی واقعاً ضروری است. زمانی که به خاطر این نعمت سلامتی خود شکرگزار خداوند هستید، افزون بر این که سلامتی فعلی خود را حفظ می کنید، موجب به حرکت در آمدن یک نیروی جادویی می شوید که جریان سلامتی را در زندگی ما زیاد خواهد کرد و نیز شاهد این خواهید بود که هر روز سلامتی شما بهبود پیدا می کند. این گونه است که هر نوع درد، رنج، زخم یا علائم کوچک مریضی به روش جادویی محو خواهد شد. آنگاه متوجه زیاد شدن انرژی، شور و هیجان خود می شوید. همان گونه که در تمرین شکرگزاری که به سلامتی ربط دارد فرا خواهید گرفت، با شکرگزاری در هر روز به خاطر برخورداری از نعمت سلامتی می توانید به تقویت بینایی، شنوایی و همه حواس خود بپردازید و موجب بهبودی عملکردهای جسمانی خود شوید. تمام این اتفاقات هم به روشی جادویی رخ می دهند. شکرگزاری، حکم واکسن، پادزهر و ضد عفونی کننده برای از بین بردن امور منفی در زندگی ما را دارد. جان هنری جاود.
نویسنده از سال 1864 تا سال 1923. به هر مقدار که شما به خاطر سلامتی خود شکرگزار باشید، به همان مقدار سلامتی شما به روشی جادویی افزایش می‌یابد. از طرف دیگر هر قدر که ناشکری کنید، به همان مقدار از سلامتیت کاسته می شود. زندگی بدون سلامتی کامل یعنی شما از انرژی و شور و شادی لازم بهره مند نیستید و همین سبب می شود که قدرت فکر کردن و عملکرد ذهن و دستگاه ایمنی و سایر اندامهای بدنتان ضعیف شود. شکرگزاری به خاطر برخورداری از سلامتی ضمانت می کند که شما همیشه از سلامتی بیشتری بهره مند خواهید بود و نیز به صورت همزمان هر نوع ناراحتی و فشاری که در ذهن و جسم شما وجود دارد نابود خواهد شد. طبق تحقیقات علمی به عمل آمده، ناراحتی و فشار در حقیقت ریشه بیشتر بیماری ها می باشند و نیز تحقیقات نشان می دهند که مریضی افراد شکرگزار خیلی زودتر خوب می شود و این افراد در وضعیت مشابه با سایر افراد معمولاً 7 سال عمرشان بیشتر است. در حال حاضر با بررسی اوضاع سلامتی خود متوجه می شوید که تا چه حد شکرگزار بوده اید. لازم است که هر روز حسی عالی داشته باشید. اگر احساس ضعف و بیحالی می کنید و تصورتان این است که همه روزهای زندگی شما خیلی سخت و تنها با زحمت و تلاش زیاد سپری می شود، یا اگر خودتان را نسبت به سن فعلی خود جوانتر نمی پندارید، پس بدانید که از سلامتی کامل بی بهره هستید. از علل مهمی که موجب از بین رفتن انرژی و شادی شما می شود این است که آنطور که باید و شاید شکرگزار نبوده اید. در هر حال تمام این حالتها عوض می شوند چون شما تصمیم دارید از نیروی جادویی شکرگزاری برای سلامتی جسمی خود استفاده کنید. تمرین سلامتی جادویی با خواندن پاراگراف‌های بعد راجع به سلامتی جسمیتان آغاز خواهد شد. بعد از خواندن هر کدام از جمله‌های مشخص شده که مربوط به بخش ویژه‌ای از بدنتان است، چشم‌های خود را روی هم بگذارید و آنها را در ذهن خود تکرار نمایید. سعی کنید تا جایی که در توان دارید حس شکرگزاری خود را به خاطر برخورداری از آن بخش بدنتان در وجود خود ایجاد کنید. از این نکته غافل نباشید که وقتی راجع به این مسئله فکر می کنید که برای چه شکرگزار هستید، خیلی عمیق‌تر شکرگزاری را حس خواهید کرد. و نیز هر قدر حس شکرگزاری شما عمیق‌تر باشد، نتایج جادویی آن را خیلی سریعتر در جسم خود مشاهده خواهید کرد و آن را حس خواهید کرد. راجع به پاهای خود فکر کنید. در حقیقت این پاهای شما هستند که ابزار اصلی برای حرکت کردن شما در زندگی می باشند. به کارهایی فکر کنید که با پاهای خود انجام می دهید. به عنوان مثال می توانید راجع به از دست ندادن تعادلتان، ایستادن، نشستن، ورزش کردن، بالا رفتن از پله ها، رانندگی کردن و از همه مهمتر راجع به معجزه راه رفتن خود فکر کنید. شما به وسیله پاهای خود می توانید در خانه از این طرف به آن طرف بروید.
به سمت حمام بروید، به سمت آشپزخانه بروید و یک نوشیدنی بنوشید یا به طرف خودروی خود حرکت نمایید. شما به وسیله پاهای خود در فروشگاه ها از این سمت به آن سمت می روید. مشغول قدم زدن در خیابان ها می شوید. در فرودگاه ها از این سمت به آن سمت می روید و در ساحل قدم می زنید. ما با قدرت راه رفتن حس آزاد بودن می کنیم و به این وسیله از زندگی خود لذت می بریم. با خودتان این گونه بگویید: خدایا شکرت که از پاهای سالمی برخوردارم. و سعی کنید که این شکرگزاری را با همه وجود خود حس کنید. به بازوها و دستهای خود فکر کنید و ببینید در طی روز چند کالا یا وسیله را بلند می کنید و توی دستان خود نگه می دارید. در حقیقت دستهای شما ابزار اصلی در زندگی شما می باشند. شما هر روز به شدت از دستان خود کار می کشید. به وسیله آنها می توانید بنویسید، غذا بخورید، از تلفن یا رایانه استفاده کنید، به حمام بروید، لباس بتن کنید، اشیا را بردارید و آنها را توی دست خود نگه دارید و به کارهای شخصی خود بپردازید. اگر قادر به استفاده از دستان خود نبودید، مجبور می شدید که بسیاری از کارهای خود را به کمک دیگران انجام دهید. پس با خودتان این گونه بگویید: خدایا شکرت که 2 بازو، 2 دست و انگشتان سالمی دارم. راجع به حواس فوق‌العاده خود فکر کنید. شما به واسطه حس چشایی می توانید در طول روز چندین مرتبه هنگام خوردن یا نوشیدن احساس خوب و لذت بخشی را تجربه کنید. زمانی که سرما می خورید و حس چشایی خود را از دست می دهید، متوجه می شوید که قادر نیستید که مزه غذاها یا نوشیدنی ها را بچشید و این شادی از بابت خوردن یا نوشیدن را از دست می دهید. پس با خودتان این گونه بگویید: خدایا شکرت که مرا از این حس چشایی فوق‌العاده بهره‌مند کردی. شما از طریق حس بویایی می توانید بوی خوشایند زندگی را حس کنید. شما به کمک این حس می توانید بوی خوش گلها، عطرها، ملحفه های تمیز، غذاها، سوختن هیزم درون آتش در یک شب زمستانی، هوای یک روز تابستانی، چمنهای سبز و تازه و زمین باران خورده را حس کنید. پس با خودتان این گونه بگویید: خدایا شکرت که به من این حس بویایی را عطا کرده ای. اگر فاقد حس لامسه بودید، به هیچ وجه قادر نبودید که گرما را از سرما، سطح‌های صاف را از نوک‌تیز یا اشیای نرم را از سخت تشخیص دهید. در این حالت به هیچ وجه قادر نبودید اشیا را حس کنید یا به صورت جسمانی عشق خود را ابراز کنید یا به همین نحو از عشق عزیزان خود برخوردار شوید. این حس به شما این توان را می دهد که بتوانید کسانی را که دوست دارید به گرمی در آغوش بکشید. از نعمتهای با ارزش زندگی این است که انسان حس کند که یکی از عزیزانش به گرمی دست او را می فشارد. پس با خودتان این گونه بگویید: خدایا شکرت که مرا از حس لامسه برخوردار کردی. راجع به چشمان خود فکر کنید که چگونه به شکل جادویی سبب می شوند که شما بتوانید صورت افرادی را که به آنها عشق می ورزید را ببینید.
کتاب‌هایی که به چاپ رسیده اند، روزنامه‌ها و نامه‌های الکترونیکی خود را مطالعه کنید. به تماشای تلویزیون بنشینید، زیبایی‌های طبیعت را ببینید و از همه مهمتر این است که مسیر خود را در کل زندگی مشاهده کنید. تنها کافی است که 1 ساعت چشم‌های خود را روی هم بگذارید و سعی کنید که کارهایی را انجام دهید که معمولاً به صورت روزانه انجام می دهید. آن وقت است که متوجه اهمیت وجود چشمان خود می شوید. پس با خودتان این گونه بگویید: خدایا، شکرت که به من چشمانی عطا کردی که بتوانم به وسیله آنها همه چیز و همه کس و همه جا را ببینم. به گوشهای خود فکر کنید که کمک می کنند شما بتوانید صدای خود و دیگران را بشنوید و به این وسیله با بقیه مشغول گفتگو شوید. اگر فاقد این حس بودید، نمی توانستید با تلفن حرف بزنید. به رادیو یا موسیقی مورد علاقه خود گوش کنید. صدای حرف زدن افرادی که دوستشان دارید را بشنوید یا هر نوع صدای موجود در اطراف خود را تشخیص دهید. پس با خودتان بگویید: خدایا، شکرت به خاطر حس چشایی که به من ارزانی داشتی. استفاده از حواستان تنها با کمک مغزتان امکان پذیر است. مغز شما در هر ثانیه میلیون‌ها پیام را برای منتقل کردن به اندام‌های گوناگون بدنتان پردازش می‌کند. مغز شما واقعاً به شما این توان را می‌دهد که بتوانید زندگی خود را تجربه و حس نمایید. در جهان هیچ رایانه این نیست که توانایی برابری کردن با مغز شما را داشته باشد. پس با خودتان این گونه بگویید: خدایا، شکرت که مرا از نعمت مغز و ذهن فوق‌العاده برخوردار کردی. راجع به تریلیون ها سلولی فکر کنید که 24 ساعت در طول شبانه روز و 7 روز در هفته بی‌وقفه در حال کار کردن هستند تا به سلامتی شما آسیبی نرسد. ساختار جسمانی شما پابرجا بماند و بتوانید زندگی کنید. پس با خودتان این گونه بگویید: خدایا، شکرت به خاطر تک تک سلولهای بدنم که به من عطا کردی. راجع به اندامهای مختلف بدن خود فکر کنید که همواره در حال تصفیه، پاکسازی و بازآفرینی کردن می باشند. راجع به این واقعیت فکر کنید که اندامهای بدن شما به شکل طبیعی کار می کنند بدون اینکه شما مجبور باشید در این باره فکر کنید. پس با خودتان این گونه بگویید: خدایا، شکرت که اندامهای بدنم در هماهنگی کامل با هم کار می کنند. حالا نوبت عضوی است که از هر نوع احساس، دستگاه عمل کرد یا اندامی دیگر جادویی تر است. نام این عضو قلب است که مدیریت زندگی اندامهای دیگر را به عهده دارد و جریان زندگی را به تک تک اندامهای بدن شما میرساند. پس با خودتان این گونه بگویید: خدایا، شکرت که به من قلبی سالم و قوی عطا کردی. در مرحله بعد 1 تکه کاغذ یا مقوا بردارید و به شکل پررنگ این جمله را روی آن بنویسید: با برخورداری از نعمت سلامتی می توانم زنده بمانم. تلاش کنید که این تکه کاغذ یا مقوا امروز همراه شما باشد
و آن را جایی بگذارید که معمولاً جلوی چشمان شما باشد. اگر میز کار دارید می توانید آن را دقیقاً جلوی خود بگذارید. اگر راننده هستید آن را درون خودرو یا کامیون خود در جایی بگذارید که می دانید معمولاً جلوی چشمانتان است. اگر اکثر اوقات داخل خانه هستید می توانید آن را نزدیک تلفن خود بگذارید. جایی را انتخاب کنید که می دانید بیشتر اوقات می توانید آن را بخوانید. امروز حداقل در 4 موقعیت جداگانه زمانی که چشمانتان به این جمله افتاد آن را خیلی آرام بخوانید. هر لغت را با تمرکز بخوانید و تلاش کنید تا جایی که توان دارید به خاطر برخورداری از نعمت سلامتی شکرگزاری از خداوند را در عمق وجود خود حس نمایید. شکرگزاری به خاطر برخورداری از نعمت سلامتی برای سالم ماندنمان امری ضروری است. به وسیله شکرگزاری هم این ضمانت برای ما ایجاد می شود که همواره حالمان بهتر شود و انرژی و انگیزه ما در زندگی زیاد شود. اگر شکرگزاری را همیشه با درمانهای معمول پزشکی استفاده کنیم، تحول فوق‌العاده‌ای را در اوضاع سلامتی خود مشاهده خواهیم کرد. تمرین جادویی 4. سلامتی جادویی. 1. مرحله 1 تا 3 از تمرین جادویی شماره 1 را تکرار نمایید. یک لیست از 10 نعمت زندگی خود را آماده کنید. دلیل اینکه برای چه به خاطر برخورداری از این نعمتها شکرگزار هستید را بنویسید. لیست خود را دوباره بخوانید. بعد از خواندن هر کدام از این نعمتها اینگونه بگویید: خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت. تا جایی که ممکن است سعی کنید شکرگزاری خود را به خاطر برخورداری از این نعمتها با همه وجود خود حس نمایید. 2. روی یک تکه کاغذ یا مقوا این جمله را یادداشت کنید: نعمت سلامتی موجب زنده ماندن من می شود. 3. آن کاغذ یا مقوا را جایی بگذارید که می دانید امروز اغلب جلوی چشمانتان قرار دارد. 4. حداقل در 4 موقعیت جداگانه آن جمله را خیلی آهسته بخوانید. تا جایی که ممکن است سعی کنید به خاطر برخورداری از نعمت با ارزش سلامتی شکرگزار بودن نسبت به خداوند را در عمق وجود خود حس نمایید. 5. قبل از خواب سنگ جادویی را در مشت خود بگیرید و بابت تمام آن چیزی که در آن روز برای شما اتفاق افتاده است با صدای بلند بگویید: سپاس گزارم.